امباپه زیاد گلای خوشگل نمیزنه، اما این گلش تو فینال جام جهانی واقعا خدا بود. یامال هم تا دلتون بخواد از این گلای کاتدار به کنج چپ دروازه داره که از سمت راست جوری توپو شوت میکنه که حتی گلی بیمه و جنگی بیمه هم نمیتونه بگیره. اما قشنگترینش همون گلش جلوی یارای مایکل آنجلو بود. من نمیدونم قشنگترین گل رونالدو قیچی برگردونش جلوی بوفونه یا راکت وحشتناکش جلوی توپچیا. این یکیو شما توی کامنتا بگید. اما فضایی‌ها گلاشون هم عادی نیست و مسی با خفن ترین گلی که زد کاری کرد که گزارشگر پشماش موند و خودش ریخت. گرت بیل هم گفته قشنگترین گل من همون قیچی برگردونم جلوی لیورپوله. اما زیباترین گل پدرزن حاج کریم هم قطعا همینه. من نمیدونم چه جوری زد، آخه مگه میشه؟ هر کدومو که تا اینجا قبول نداشتی قطعا اینو قبول داری که بهترین گل زلاتان همین قیچی برگردونش از 40 متریه و زیباترین گل تاریخ فوتبال هم قطعا همینه. شاید الان بگی پس گلش کو؟ تو شادی گل به این خفنی رو نمیبینی، منتظر گلی؟